داره جالب مرد امریکایی بعد از ختم کنسرت آریانا سعید. این مرد با آریانا سعید چی رابطه‌ای داشته است؟ آریانا سعید در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چی کار باری است؟ و رفتار جالب مردان امریکایی در ختم کنسرت های آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند خوشنام و مشهور افغانستان. محبوبیت و شهرت آریانا سعید در میان مردم افغانستان خاص بوده است. طرفداران و رقیبان هنری خاص خودش را داشته است. آریانا سعید را می توان یکی از پولدارترین خانمان در هنر موسیقی افغانستان دانست. آریانا سعید امسال کنسرت های بیشمار را برای دوستداران و طرفدارانش در سرتاسر جهان برگزار می کند. آریانا سعید درآمد آنچنانی خوبی هم از کنسرت هایش دارد که حتی باورتان نخواهد شد. آریانا سعید امسال طور کنسرت هایش را در سرتاسر جهان با اشتراک بیشتر از 10,000 افغان در هر کنسرتش برگزار می کند که درآمد خالص آریانا سعید از هر کنسرتش بالای $200,000 امریکایی بوده است. آریانا سعید چندم می شود و کشور دبی سفرهای مختلفی انجام داده است و در آنجا در محفل خوشی هموطنان افغانش اشتراک کرده است. وی در یکی از محفل‌های عروسی افغان‌ها اشتراک کرد و در ختم این عروسی توسط یک مرد امریکایی مساژ داده می شود که ویدیوهای نشر شده آریانا سعید جدیداً در صفحات مجازی باعث دردسرهای بزرگ برایش شده است. ولی آریانا سعید تاکنون ابراز نظر در این باره نکرده است و بیان کرده همیشه از زندگی شخصی خودم بوده است و هیچ کسی حق ندارد در زندگی من مداخله کند. ولی من آرزوی موفقیت و سعادت و سلامتی برای این بانوی خوش صدا و ناماشنای کشور از بارگاه عزت لایزال خواهانم. دوستان و همراهان همیشگی هم شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامت نثار هر یک از شما خوبان. تا درودی دیگر، بدرود.